سرخط خبرها. بازداشت مربی تاجیک تبار با گمان آمادگی به عمل تروریستی. گوترش خواستار حل صلح‌آمیزی بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان است. مرد را که بعد سوختار دزدی می‌کرد دستگیر کردند. سلام بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز چهارشنبه 3 ایول. در جریان ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون و نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در دوشنبه روز 2 ایول سازشنامه شریکی استراتژی بین تاجیکستان و پاکستان به امضا رسید. قبلا تاجیکستان چنین سازشنامه شریکی استراتژی را با روسیه، ازبکستان، قزاقستان، چین، ترکمنستان، بلاروس و آذربایجان امضا کرده بود. با نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان در مجموع در پایان این سفر بلندپایه 9 سند همکاری به تصویب رسید. در میان این سندها سازشنامه همکاری بین اکادمی‌های علم‌های تاجیکستان و پاکستان، پروتکل نیتی همکاری بین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان و وزارت فدرالی کارهای بحری پاکستان درباره گسترش همکاری در صادرات و واردات مال‌ها و محصولات صنعتی، برنامه همکاری بین وزارت کارهای خارجی دو کشور، خریطه راه بین کمیته رشد سیاحی تاجیکستان و کورپوراسیون رشد سیاحی پاکستان، اینچنین سه یادداشت تفاهمی بین ساختارهای آویاسیون گردنی دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه پنجاب و یادداشت تفاهم در ساحه کریکت میباشند. امروز 3 ایول دادگاه ناحیه شیربینسکی شهر مسکو در رابطه با بازداشت علیشیر اسمت‌زاده مربی رشته گوشتی آزاد و یک زاده تاجیکستان قرار قبول میکند. حالا او در بازداشت پیشکی است. پرونده او را مفتشان کمیته تفتیشات روسیه پیش میبرند. مطبوعات روسی با تکیه به اطلاع رسمی دادگاه روز 1 ایول نوشت که اسمت‌زاده را با گمان نقض ماده 251 قسم 1 کدکس جنایی روسیه بازداشت کردند. این ماده برای جلب دیگران به آمادگی و یا اجرای جنایت‌های تروریستی نام دارد و تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. جزئیات وابسته به اعمال احتمالی که به اسمت‌زاده نسبت داده می شود معلوم نیست و هم نظر خود اسمت‌زاده یا وکیل دفاعش به این اتهام پیشکی هم نشر نمی شود. اسمت‌زاده 32 سال داشته در دوشنبه تولد شده است. سال 2015 دانشگاه دولتی ورزش و توریسم روسیه را ختم کرده. استاد ورزش روسیه اوید به گوشتی آزاد نامزد به استاد ورزش از روی گوشتی یونانی رومی می باشد. او مربی منتخب جوانان روسیه اوید به گوشتی آزاد است. بازداشت اسمت‌زاده را مقامات در تاجیکستان هنوز شرح ندادند و معلوم نیست تا کجا او در مکتب‌های ورزشی تاجیکستان تحصیل کرده است یا نه. با نوشته از پلوس علیشیر اسمت‌زاده وقت‌های آخر به حیث مربی در آموزشگاه ویژه شهر مسکو اوید به ذخیره‌های المپی رقم 1 هم کار میکرد. ولایت ختلان از گرمترین منطقه تاجیکستان است که گرمای هوا این شب و روز از مرز 40 درجه میگذرد. در این منطقه کار در صحرا و ساختمان را برای ساکنان خطرناک میگویند، اما با گفته ساکنان آنها مجبورند که کار کنند. همکاری رادیو آزادی از ساکنان این منطقه پرسید که در این روزها چی حال و هوایی دارند و خود را از گرمی چگونه حفظ میکنند. پاسخ را یک جا میبینیم. میدونم که افتو میزنه بودم در گرمی. میشه میدونم تمام. کسل رو نکی نمیدونم. من که میدونم سیستم رگیلیست من میدونم که افتو میزنه. و اون افتو شروع افتو کم تا ضرر داره. کیش نمیدونم چیل میشه. سیو نمیشه. چیل یک چیل دو میشه. ما شکل خود سلامتی خودم نقد میگردم. اگر سلامتی خودم بد میشه میشه دستم رو جد میکنم. چون همه فقط سپورت زنیمت سکنم. خدا خود نقد میشه. ضرر داره. فایده هم داره، ضرر هم داره. مثلا فایده هم دمای کسر نفس کشیدن قیل میشه برای دمای کسر قند هم خدا کمتر نفس کشیدن قیل‌تر میشه. چی میشه؟ مثلا ضررش همیه شود همین شاورزی مثلا بسیطر. نزدیک به 40 سال اینجا زندگی میکنم. خیلی دشوار میگذرد. اینجا آسیای میانه است. گاه فایده دارد، گاه طبیعت انسان این را طلب میکند. به سلامتی من ضرر دارد. هر سال از گرمی در تنم چیزی میبراید. دشوار است. من دشوار میگذرانم. سلامتی هم خیلی که یک گپ است که солнечный удар گفتنی. همین солнечный удар اگر برای کودک باشه، اگر کودک باید مزاج میگیره و تمپراتور میکنه میپرتوه. فقط سالکنی میکنیم دیگه چی بکنیم؟ برای سن سال ما هم ضررش کم. آفتاب وای میشه ارگانیسم کی سست است. برای همون
طاقت کرده نمیشه یک خیلی وقتا فقط سایه میکنیم توصیه نمیدونم فقط وای باشه دو سایگی باشه چیکار کنیم این بود هوای وقتره یک طرف فایده داره یک طرف ضرر گرمی البته ضرر کم داره که ما آدمای در گرمی مطابق شدگی راست گپ و وقت هم شستوت هم نمیکنیم چی توصیه بتیم دیگه گرمی رو ما وای کردن نتونیم میریم دیگه کانسانه رو میگیری تو سالخینی شد نه سالخین شدی میبروی بعد مسئله اگه استراحت میکنی گرمه خاک مجبور میشی میگردی این کور غلطی دیگه من اومدم کور بود کشیدم این خیلی خاک برای کسالمندو آدمای کسال پیر پرانسولو ضرر داره افتاد ضررش نمیدونیم فقط گرمه هوا گرمه جای آدمو دیگه سخت بسیار این سایه میریم معمولا او میریم همچه جاد میریم سخت میریم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از دستگیر شدن مرد خبر داد که در جایی از سوختار ضرر دیده دزدی می‌کرده است. شب 1 و 2 ایول سال روان بازار مرکزی ناحیه جیهون خمسنگیری پیشین به کمی آتش رفت. با اطلاع رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در این سوختار برابری автомашинаҳои сӯхторхомӯшкунӣ ҳайати калони کارمندان میلیسیا هم برای تامین ترتیبات به جای حادثه سفر کرده بودند. منبع خبر می‌دهد که تقریبا ساعت 4 سحر عبدالوهاب کریمویچ 41 ساله زاده ناحیه جیهون از جانب کارمندان میلیسیا در وقت صادر نمودن جنایت دزدی در موضع‌های از سوختار ضرر دیده دستگیر کرده شده است. نسبت دستگیر شده پرونده جنایتی آغاز گردیده است و او در حبس پیشکی قرار دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار امیدواری کرد که تاجیکستان و قرغیزستان در نهایت بحث‌های موجوده مرزی میان دو کشور را از راه گفتگو حل و فصل می‌کنند. در این باره آنتونیو گوترش روز 2 ایول در ملاقات با پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف ضمن ملاقات در شهر چولپاناتا اظهار نظر کرده است. با نوشته رادیو زاتیک گوترش از جباروف دعوت کرده است که قرغیزستان را به یک رمز صلح تبدیل دهد. خبرگزاری روسی تاس با تکیه به دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان نوشت جباروف در این ملاقات گفته است برای حل مسائل سرحدی دولتی قرغیزستان و تاجیکستان فعالانه کار جریان دارد و تاکید کرده است که قرغیزستان همیشه طرفدار حل صلح‌آمیز و دیپلماتی همه مسائل‌ها میباشد. این اظهارات در حالی است که تاجیکستان و قرغیزستان بعد دو نیزه پرقربانی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 تلاش دارند بحث‌های مرزی را برطرف نموده سازشنامه مرز دولتی را امضا کنند. تا حال از 980 کیلومتر مرز مشترک بیش از 90% علامت گذاری شده است و قسمت باقی مانده ظاهراً با سبب محل سکونت تنگ و تنگ مردم دو طرف هنوز پوره حل نشده است. مقامات در تاجیکستان اظهارات همکارانشان را در قرغیزستان اید به حل شدن این بحث‌ها در سال 2024 هیچگاه گشوده روشن شرح ندادند. جزئیات مذاکره‌ها به ویژه مسئله‌های وابسته به احتمال راه دادن به گذشت قلمروها به همدیگر از مطبوعات و جامعه پنهان داشته می شود. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخش‌زاده همراه می‌بینیم. از 3 ایول سال 2012 با یک تصمیم شهرداری دوشنبه پخش صدای بلند با بلندگویک‌های برقی در مسجدهای پایتخت ممنوع اعلان شد. بر اساس این تصمیم صدای اذان نباید از دایره مسجد به بیرون برآید. اینچنین شهردار به مقامات انتظامی دستور داد در همه مسجدهای دوشنبه کامراهای نظارتی نصب کنند. منعقدان این تصمیم را چون قدم دیگری مقامات تاجیک به محدود کردن آزادی‌های دینی تنقید کردند. 3 ایول سال 2022 بعد سرکوب خشونتبار اعتراضهای ساکنان قراقلپاقستان از برداشته شدن مقام مختار این جمهوری از طرح تحریر شده کنستیتوسی ازبکستان، تاشکند وضع فوق‌العاده جاری کرد. در این سرکوب‌ها 21 کس کشته، 243 نفر دیگر مجروح شدند. مرافع دادگاهی نکمتر از 20 نفر را با اتهام تلاشی برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی به حکم‌های طولانی زندان محکوم کرد. محکوم شده و گفتند برعکس به حمایه حقوق قانونی خود بلند شدند.
سیوم ایول سال 1941 زادروز هنرمند معروف بالت تاجیک مظفر برهانوف است. برهانوف همراه با همسر و شریک رقصیش ملکه صابر و بالت تاجیکستان را در حدود اتحاد شوروی و جهان شهرت یار کرده است. پسر هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای تاجیک اصلالدین برهانوف یکی از معروفترین مردان رقاص بالت تاجیک به شمار می رفت. بعد ترک کار در تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان در سالهای 1990 نخست در پولشا و بعد در آلمان به زندگی و کار ادامه داد. صبح امروز ارزش قربی روبل کمی پایین رفته. 1000 روبل به 120 سومانی برابر شده است. 100 یورو به 1143 سومانی و 100 دلار به 1066 سومانی عوض کرده می شود. بیننده های عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را دوام روز می توانید در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو زودی پیدا نمایید. تا فردا در پناه خدا باشید.